یعنی باید جل بگیرن در اون مملکتی که روزی 3 بار توش برق میره، تو این گرما، تو این گرفتاری قرار بود برقمون رو مجانی کنن. اصلا برق نداریم که بخواد مجانی باشه. تولید کننده گرفتار، فروشنده گرفتار، مغازه‌دار گرفتار، باشگاه‌دار، مردم، گرما. اگه تو هم اینجوری قور میزنی موقعی که برق میره، این کلیپو تا آخر نگاه. ما حداقل بایستی 20,000 مگاوات برق از انرژی هسته‌ای به دست بیاریم تا مثلا 20 سال دیگه. و الا ما برق رو باید گدایی کنیم از دیگران، یا اگر گدایی نتونستیم بکنیم یا ننگمون آمد یا بهمون ندادن، بایستی از خیر چیزهایی که با نیروی برق میچرخه باید بگذاریم، از کارخانه، از تولید، از بسیاری از ابزارهای پیشرفت. کی شروع کنیم تا بتوانیم 20,000 مگاوات رو 20 سال دیگه به دست بیاریم؟ الان اگر دیرم نشده باشه قطعا سود نیست. این صحبت‌های رهبر شهید سال 86، 19 سال قبل. 8 سال بعد در سال 94 برجام امضا شد و این ریاکشن شما بوده موقعی که مردم عادی، موقعی که برجام این شما بودید یا نه دیگه؟ این که ارزشیان نبودن، یا همون شما مردمید دیگه، همونایی هست که الان مدعی هستید دیگه. درسته تو امضای برجام 19,000 سانتریفیوژ داشتیم، 13,000 تا شد از کار انداختن. 12.6 تن اورانیوم غنی شده رو 2 دستی تحویل دادن، از کشور خارج کردن که امروز بعد 450 کیلوش آمریکا داره خودشو پاره میکنه. راکتورهای عراق رو تمام رو با سیمان با بتون پر کردن و از بین بردن و شما اینجوری داشتید سوت می‌زدید و شادی می‌کردید و از برجام حمایت می‌کردید که خوشحال بودید قرار آیندهتون درست شه. درسته؟ گذشت. باز در سال 99 رهبر شهیدمون این صحبت‌ها رو انجام داد. هستی نیاز قطعی فردای کشور ماست. ما حداقل به 20,000 یا 30,000 مگاوات برق ناشی از انرژی هسته‌ای نیاز داریم تا چند سال دیگه، که این رو از راه دیگری نمیتوانیم به دست بیاریم یا مقرون به صرفه نیست. خب اون روز که ما احتیاج پیدا کردیم چیکار کنیم؟ بریم در خونه کی؟ از آمریکا، از اروپا درخواست کنیم، گدایی کنیم آقا بیایید به ما برق بدید یا بیایید برای ما غنیسازی رو بندازید؟ میکنن؟ ما امروز بایستی فکر فردا رو بکنیم. باز دوباره این صحبت سال 99 بعد از برجام، بعد از اینکه دادیم رفت، باز دوباره رهبر شهید صحبت کردن، باز دوباره رفتن تو مذاکره، باز میخوان زندگیمونو بدن برن و باز شما مردم ماها رو متهم میکنید به اینکه ماها جنگجوییم، جنگ طلبیم. مردم عزیز، برادر من، خواهر من، یا باید این بدبختی‌ها رو تا آخر عمرت بدتر و بدتر و بدتر با سازش داشته باشی، یا مرگ یه بار، شیون یه بار، دندونی که درد میکنه لقه رو باید بکنی، مقاومت کنی و استقلالت رو به دست بیاری و سلام و نامه تمام، وگرنه تا آخر عمر همینجوری بدبخت‌تر از دیروز خواهید بود. یا علی